زمزمی معارف. پرسش از شما و پاسخ از ما. همراه ما باشد در برنامه زمزمی معارف با حضور کارشناس عالی قدر استاد نصیب الله عمر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. رواه البخاری و مسلم. پیامبر مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند اگر به کسی بخواهد خیر و نیکی در زندگیش عطا کند، به او فهم صحیح دینی ارزانی می دارد. مهمترین راهکار در فهم صحیح امور دینی پرسش از اهل علم و کارشناسان دینی است. از این رو قرآن کریم دستور صریح داده است که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوره نحل آیه 43. یعنی اگر مسئله‌ای را نمیدانید پس آن را از اهل علم و دانش سؤال کنید. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. در این برنامه به دو سؤالی که در یک موضوع هستند پاسخ داده خواهد شد. عزیزی پرسیدند: بعضی وقتها شک میکنم آیا طهارتی که کرده ام کامل بود یا نه. یعنی شک میکنم که همه اعمال طهارت را درست و کامل انجام دادم یا انجام ندادم. مثلا مسح سر کردم یا نکردم. سؤال من این است: آیا در این صورت باید دوباره طهارت کنم یا با همون طهارتم می توانم نماز بخوانم؟ در پاسخ این عزیز ما در دو بخش می توانیم جواب بدهیم که این شک می تواند در دو شکل اتفاق بیفتد. شکل اول: اگر به انجام عملی از اعمال طهارت و وضو قبل از اتمام نهایی همه اعمال باشد، یعنی شک ایشان قبل از انجام کامل وضو به وجود آمده باشد. مثلا طرف شاید پای راستش را می شوید و در هنگام شستن پای راست شک می کند که آیا به سرش مسح کشید یا نکشید. در چنین حالت باید به شک خود توجه کند و دوباره آن عملی که شک کرده است را انجام دهد. مثلا مسح سر را از نو انجام دهد و سپس ادامه وضو را کامل کند و به پایان برساند. شکل دوم زمانی است که پس از فارغ شدن از همه اعمال طهارت نسبت به یک عمل وضو شک کند، یعنی طهارتش به پایان رسید
بلند شد، حتی مثلا سر و صورتش را خشک کرد. بعد از تمام شدن کار الان شک میکند که مثلا مسح سر انجام داد یا نداد. خب چون این انسان به شک خود اعتنا و توجه نمی کند، چون که طهارتش به پایان رسیده، وضو به پایان رسیده و اصل بر این است که ما اعمال را درست انجام می دهیم. پس طهارت چون این انسان صحیح است و نیاز به تکرار طهارت و وضو ندارد. اما سؤال دیگری که در همین موضوع کردند چنین است: فرمودند اگر در حال نماز شک کنم که سوره فاتحه را در یکی از رکعتها خوانده ام یا نه، حکم آن چیست؟ این پرسش نیز مثل پرسش قبلی است. یعنی اگر از موقع قرائت نگذشته باشد، مثلا در هنگام قرائت سوره باشد و شک کند که سوره فاتحه را خواند یا نخواند، چون این انسان برمی گردد و احتیاطاً سوره فاتحه را دوباره می خواند، ضم سوره می کند و ادامه نمازش را پی می گیرد. اما اگر از موقع قرائت و از جای قرائت گذشته باشد، مثلا در رکوع یا در حالت سجده، این شک پدید آید که آیا سوره فاتحه را خواند یا نخواند. اینجا چون از محل گذشته است، به شک خود اعتنا نمی کند و به ادامه نمازش می پردازد. به امید اینکه خداوند تبارک و تعالی ما را در انجام وظایف و تکالیف عبادیمان موفق گرداند و از شک و تردیدهایی که شیطان به قلب ما می اندازد حفظ و حمایت کند و ما را در پناه خود نگه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی آل النبی. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org